سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم و قرار در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. این بار به استان اردبیل سفر کردم، اما هدف من استان اردبیل نیست. قرار مسیر خلخال به اصالم یا اصالم به خلخال رو طی بکنم. همون مسیر اصالم به خلخال بسیار معروف. البته از خلخال به اصالم، اما نه از اون جاده‌ای که همه گردشگران و مسافران از اون عبور میکنن. اینجا مسیر ایلراه یا کوچرو بسیار بسیار قدیمیه که مردمان تالش از منطقه خلخال تا به منطقه تالش و استان گیلان با پای پیاده کوچ میکردن تا از ییلاقشون که این منطقه است به منطقه قشلاقشون که اصالم هست برسن. اما متاسفانه هوا انقدر خرابه و مه انقدر زیاد شده که ما نتونستیم منطقه خلخال رو به تصویر بکشیم و گردنه کری که حدود 200 متر بالاتر از اینجایی هست که من ایستادم رو نتونستیم به تصویر بکشیم. ما قرار وارد دره ناورود بشیم و از ییلاقات همینطور روستاهایی که بسیار کهن هستن و در این منطقه و توی این مسیر هستن عبور بکنیم تا در نهایت به منطقه اصالم برسیم. امیدوارم مشکلی برامون پیش نیاد. از مرز استان اردبیل عبور کردم و به ارتفاعات اصالم در استان گیلان رسیدم. ییلاق کری پر از زندگی و تراوت بود. صدای گله و چوپان فضای پاک ییلاق رو در بر گرفته بود. ماشاءالله. اینو از کی یاد گرفتی؟ کی یاد گرفتی؟ چه زمانی شروع شد به نی زدن؟ سنم 12 بود. با پدرم یاد گرفتم. از پدرتون 12 سالگی یاد گرفتی؟ آره. همون زمانی که رمه‌داری می‌کردید، چوپانی می‌کردید. چوبان می‌کردم. آره. این هم آرامش و گوسفنده. یه حواسی هم برای انسان داره. یعنی آرامش انسان رو هم جلب انسان همون. حالا راست میگن که وقتی که چوپان نی میزنه شیر گوسفندا بیشتر میشه، گوسفندا اشتهاشون بیشتر میشه برای خوردن، آب بیشتری میخورن، علوفه بیشتری میخورن، آرامش میگیرن. مخصوصا که آب میخورن. آها. برای آب خوردن. آره. به گفته مردم منطقه کری حدود 40-50 سال پیش این منطقه ییلاقی که الان تبدیل به مرتع شده کاملا پوشیده از درخت بوده و در اصل جزو جنگل‌های پایین دست منطقه تالش به حساب می‌اومده. اما به خاطر چرایی بیش از حد دام‌ها در این منطقه و ازدیاد روز به روز جمعیت همین دام‌ها تمام این جنگل‌ها تبدیل به مرتع شد و در نهایت این مراتع هم داره از بین میره به خاطر اینکه چرا انقدر زیاده که خاک کاملا سوس شده، به خاطر اینکه پوشش گیاهی داره از بین میره و وقتی پوشش گیاهی از بین بره ریشه ای نیست که این خاک‌ها رو نگه داره و بارندگی منطقه گیلان بسیار زیاده. این بارش‌های زیاد باعث میشه که زمین سوس بشه و کاملا جابجا بشه و در نهایت حتی تبدیل به سیلاب‌های بسیار زیاد در پایین دست میشه و این یکی از بزرگترین معضل‌هایی که توی طبیعت ایران مخصوصا توی جنگل‌های هیرکانی مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و امیدوارم این مراتع دوباره احیا بشه و تبدیل به جنگل‌هایی بشه که برای آیندگانمون این مناطق بتونن بمونن و بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
شما بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید سلام خوبی شما سلام خسته نباشید حال شما خوبه خبر سلام خوبی شما چیکار می‌کنید اینا چیه چقدر توت فرنگی رو از کجا چیدید از جنگل آره از اون پایین جنگل اینا وحشیه نه خیلی ریزه ولی وای چه عطری داره عطرش عالیه از جنگل میچینید اینجا خودتون میاد چیکارش می‌کنید الان دارید مربا می‌پزید برای مربا به من همیشه در سفرهام به مناطق مختلف ایران عزیز با هموطنان مهربون و خونگرمم ارتباط خوبی برقرار میکنم. این ارتباط باعث آشنایی من با آداب و رسوم و فرهنگ این مردمان پاکسرشت میشه و چیزهای زیادی از اونها یاد میگیرم. در همون ابتدای ورود من به ییلاق، حسن آقا که یکی از مردان شریف کری بود، منو به خونه زیبا و سنتیش دعوت کرد. خونه‌ای که به شیوه مردمان گیل از شاخه درختان ساخته میشد. عجب جایی داری زندگی می‌کنی اینجا. واقعا بهشته. اسم این منطقه‌تون چیه؟ اسم ییلاقتون چیه؟ کری. ناو کری بله. بعد خود این دره اسمش دره ناورود همینه؟ این تا روستای ناو بالا ناو پایین پایین میره. تا اصلا میره. خونه قشنگی داره. مسیری که من میخوام از اسالم به خلخال برم مسیر ایلراه قدیم شما بوده. قدیم من شدم. یعنی قدیمی اینجا اینو قاطر می‌بودیم بله. من چند کیلومتر کلا باید راه برم تا به اسالم برسم؟ شما الان این خلخال تا اصلا 70 کیلومتر. خب 15 کیلومتر اومدی 55 کیلومتر تا 50 کیلومتر لوکاسیون رو داری 55 کیلومتر تا اسالم. میشه 70 کیلومتر. خب تو این مسیری که دارم میرم چه روستایی هست؟ اصلا روستا هست؟ اینجا رو کره بله. پایین کره ما بهش کلارو میگیم. کلارو. خب پیاده رویه. بله. خب با اسب قاطر میایم. بعدم از کره رد شد میشه مثل دره. خب آره اونجا دیگه رودخونه همه رو دیگه مسیرش راحته راه نه خرابه سنگلاخه. خب بعدم میرید ناو بالا ناو پایین از ناو پایین جاش دیدنی خیلی قدیمی ها خیلی. من شنیدم این روستای ناو بالا ناو پایین تا 1000 سال انگار قدمت داشته. ناو بالا دیگه سیل برده چیزی ازش نمونده. کسی زندگی نمیکنه؟ یک دو نفر همه سیل برده دیگه ته سنگلاخه شد چه بگم افتضاحه دیگه. درسته. ناو پایین هم زندگی میکنه قدیم آوری شد 100 سال 20 سال بله. 650 سال معلوم زندگی کنه. الان وضعی بهتر شده. بله. قدیما جوونا رفتن پیرا موندن. خب خواب دارن گوسفند دارن اسب دارن قطار دارن هر وسیله برای خودشون دارن دائم اینجا زندگی میکنن گیلان نمیرن زندگی همین جایه. به اصرار دوست خوبم حسن قرار شد تا اون روز رو در ییلاق بمونم. منم از فرصت استفاده کردم و برای کنکاش میون مردم ییلاق رفتم. پیش از اینکه این سرزمین گیلان نامگذاری بشه، نامهای دیگه ای داشت. این منطقه در اوستا وارنا معرفی شده. یونانی ها این منطقه رو به نام یکی از اقوام کهن این منطقه پیش از ورود آریایی ها یعنی کادوسیان می نامیدن. منطقه گیلان پیش از ورود اسلام دیلمان نام داشت و در نهایت به گیلان تغییر نام داد. وجه تسمیه گیلان به اقلیم و آب و هوای این منطقه ارتباط داره. به دلیل بارش بسیار زیاد بارون در گیلان، سطح زمین معمولاً پوشیده از گل و لای میشه. در گویش مردمان این ناحیه به گل گیل گفته میشه و گیلان سرزمین مردمانیه که پای در گل دارن اما همواره رو به سوی آفتاب و امید و تراوتن. گیلان به معنی سرزمینیه که همواره خاکش به خاطر بارش فراوان بارون به گل تبدیل شده، اما این بار خبر چندانی از گل نبود. امسال بارش بارون به شدت در این استان و در کل کشور کم شده بود و باعث خشکی زمین و گیاهان و کم شدن علوفه برای دامداران ییلاق کری شده بود. اما این منطقه در زمان بارندگی سرشار از گل و گیاهه، سرشار از تراوت طبیعت.
دامن چیندار و سبز کوهستان با طرح و نقش شقایق‌های سرخ جلوه دیگه‌ای به خود میگیره و وجود آب و بارش بارون در فصل بهار و حتی تابستون این منطقه رو به بهشتی سرسبز تبدیل میکنه. اما خشکسالی امسال حتی به پربارشترین استان ایران عزیز رحم نکرد. کمبود علوفه تنها مشکل دامداران کری نبود. در زمانی که بارش بارون خیلی کم میشه، یه بیماری ویروسی به دام حمله میکنه و باعث خسارت‌های زیادی میشه. مردم ییلاق میگفتن که این بیماری در زمان خشکسالی بسیار زیاد میشه و دلیل اصلی وجود و گسترش این ویروس با سرعتی زیاد خشکسالی و کم آبی گیاهانه. در این بیماری دهان دام به شدت زخم میشه و این زخم‌های دردناک باعث میشه تا دام نتونه به راحتی از علوفه برای خوراکش استفاده کنه و به شدت لاغر میشه. در نهایت این زخم‌های پردرد در پا و بین سم‌ها پخش میشه و اجازه راه رفتن رو از دام‌ها میگیره. اون روز یکی از گاوها به دلیل همین بیماری از کوه سقوط کرد و صاحبش قبل از اینکه گاو از دنیا بره اونو برای ذبح به دست پدر دوست خوبم حسن سپرد. ای خدای مهربون بگو که ابری بباره بارون، بگو بباره به شالیزارا به دشت و هامون، گیلان و بارونن چون جسم و جان، صفا بی بارون نداره گیلان، گیلان و بارونن چون جسم و جان، صفا بی بارون نداره گیلان. شد هلاک از غمت این دلم، حل کن تو ای بارون مشکلم، رو به چشم کن ببین چه می بینی گلبانو، پام و چال ز تشنگی سرش خم شد روزانو، رو به چشم کن ببین چه می بینی گلبانو، پام و چال ز تشنگی سرش خم شد روزانو، شد هلاک از غمت. دره ناورود در گذشته مسیر کوچ مردمان خلخال به اصالم گیلان بود. آذری‌های این دیار در گذشته محصولاتشون رو از خلخال به اصالم می‌بردن و اونجا با برنج و چای و چیزهایی که محصول گیلان بود معاوضه می‌کردن. اما امروز جاده میون کوه و جنگل ساخته شده و مردم با خودرو از این راه به مقصد میرسن. عشایر تالش کری هم دیگه به سبک گذشته از ایل راه کوچ نمی‌کنن. مردم کری دامدارن و اصالتاً تالش هستن. مردمانی ساده و زحمتکش که 5 ماه از سال رو در ییلاق هستن اما در فصل سرد به جنگل‌های اصالم کوچ می‌کنن. تالش نام یکی از اقوام کهن ایرانه که سکونتگاه اصلی اونها در البرز غربی از جنوب شرقی جمهوری آذربایجان تا شمال غربی استان گیلان و استان اردبیله. اما شوربختانه امضای عهدنامه شرم‌آور گلستان در سال 1192 هجری شمسی توسط فتحعلی شاه قاجار بین ایران و روسیه باعث جدایی بخشی از پیکره بسیار با ارزش تالش ایران عزیز شد. در نهایت 14 سال بعد با امضای عهدنامه ننگین ترکمنچای تالش به 2 قسمت کاملا جدا از هم تبدیل شد و پیوند میون مردمان تالش از هم گسست. اما تالش هایی که امروز در ایران زندگی میکنن پیوند عمیقی با خود و فرهنگشون دارن. تالش های کری مردمانی خودکفا بودن و معمولا بیشتر خوراکشون رو خودشون تولید میکنن. پدر یه سوالی دارم. زبان شما زبان تالشیه درسته؟ خودتون تالش هستید. اما اینجا من میبینم بعضی وقتا آذری یا ترکی هم صحبت میکنید. ترکی ما بلدیم. چرا؟ ما بلدیم. ترکی. به خاطر که نزدیک خلخال هستید. اینا یاد گرفتم. شما با خلخال هی مراوده دارید درسته؟ خلخال یاد گرفتم. اینا با ما ترکی حرف زدن. یعنی شما که میرفتید خلخال هی جنس بفروشید جنس بخرید مجبور شدید که ترکی یاد بگیرید. ترکی حرف میزنید. بله گیدرم خلخال geldim aldır elədim. باریکلا. اساس aldım. یعنی شما الان هم فارسی بلدی، هم تالشی بلدی، هم بلدی. آذری، 3 زبان بلدی. خیلی خوبه. فارسی خیلی کم بلدم. زبان تالشی کمتر دارن مردم صحبت میکنن درسته؟ من احساس میکنم یعنی بعضی از جوانای شما خودتون دارید میگید که
اینجا زبان تالشی کم کم داره از بین میره. چرا؟ از بین همین بچه‌ها با فارسی حرف می‌زنن. حال اینجا جمع شدی برای نمیدونم خاطر مدرسه بود یا برای چی. با چشم دنیا آمد با این زبان فارسی حرف می‌زنن. ولی یه قسمت آدم‌ها بعدش میاد. بله. زبان خودش که حرف می‌زنه. اون تالش‌دلو به طرف اون طرف بله. بعدش میاد. زبان خودش حرف می‌زنه. زبان خودش حرف می‌زنه. یکی از چالش‌ها و یکی از مشکلات در اصل میشه گفت یکی از مشکلاتی که فرهنگی که توی این اقوام تالش زبان در منطقه گیلان وجود داره اینه که زبان تالشی کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، به خاطر اینکه جوونا به خاطر مدرسه، به خاطر تلویزیون، به خاطر حالا برخورد با اجتماعی که هم زبان خودشون نیستن خیلی کمتر دوست دارن تالشی صحبت بکنن و این خیلی بده، برای اینکه زبان تالشی کم کم داره از بین میره، داره فراموش میشه و فقط بزرگان این تالش هستن که میتونن به زبان تالشی خوب صحبت بکنن. خیلی از جوانایی که اینجا زندگی میکنن خوب نمیتونن تالشی صحبت بکنن و حتی بعضی از کلمات تالشی رو بلد نیستن و این یعنی اینکه در آینده با خطر جدی میتونه این زبان مواجه باشه. بزرگترین تفریح مردمان طبیعت نشین کاره، اما بجز کار تفریح دیگه‌ای هم میون ییلاق نشینان رواج داشت و اون دید و بازدید بود. معمولاً بیشتر شبها خیلی از همسایه‌ها توی یکی از کلبه‌ها دور هم جمع میشن و با هم به صحبت‌های شیرین و بازگویی خاطرات یا مشکلاتشون میپردازن. هوا داشت تاریک میشد و من برای شام به کلبه عمو پرویز پدر دوست خوبم حسن دعوت شدم. اون شب از بزرگترهای ییلاق چیزهای عجیب و جالبی از فرهنگ و عقاید مردمش در گذشته و حال شنیدم. یعنی شما با خانومتون جلوی بچه‌تون حرف نمی‌زدید؟ نه، پیش پدرم. پیش پدرتون. پیش پدر مادرم نه با خانمم حرف می‌زدم، نه با بچه‌ها اصلا نگاه نمی‌کردیم. چرا آخه؟ اون رسم بود دیگه. رسم عجیبیه ها. حاج پرویز میگن که من جلوی پدر مادرم اصلا با بچه‌ام و با خانمم حرف نمی‌زدیم برای اینکه بد می‌دونستیم. هممون اونجوری بودیم. آخه که بد نیست. شب عروسی یا روز یا شب مثلا یا آقا پرویز یا من یا این آقا بله. من دیگه اونجا نمیموندم، من رفتیم یه جا پنهان شده بودیم. آره پنهان شدیم. بعدا عروسی خودش بود دیگه. خب. اینجا نموند که رفت جای دیگه. جای دیگه من اونجا پنهان نمیشه. من جواد. آقا جواد میاد. خب عروسی عمو بود اسم جانگیره. چی گفت خانم رو رفتن بیارن خودش رفت جادیه قایم شد. قایم شد. عروسیشو آوردن. خب گذاشتن خونه. از این فیلم بعد شب از جایی رفته اومد خونه. اون خوب یادم میاد. خیلی عجیبه ها. واقعا خیلی. یعنی داماد اینقدر خجالتی بود اون زمانا این حجب حیاشون به این شکل اینجا که یعنی با اسب بردن دیگه. اما عروسی که با اسب میرن داماد نباید تو خونه باشه، داماد میرفت یه جای قایم میشد تو کوه، بعد یه جوری خبردار میشد که مثلا عروس اومدش تو خونه، بعد یواشکی دوباره میومد تو خونه. آره شوهر شما هم کار کرد. اینا رو همین رو اسب آوردن. با اسب آوردن ولی داماد هم نبود. داماد قایم میشد تو کوه. من میرفتم جای دیگه خانه فامیلش. توی خانه قایم میشد بعد زیش میومد. سفید داشت تو عروسی. اینا من خجالت میکشیدم. من 30 سال با پدر شوهرم زندگی کردم، پیشش غذا نخوردم. 30 سال جلوی پدر شوهرتون غذا نخوردید؟ آقا جواد اینجوری میکردیم غذا رو میخوردیم. 30 سال آقا جواد. بله من جواد. آقا جواد مثلا بابا اون موقع عروس آورد، مثلا بعد از اون عروس رو آورد، مثلا عروس رو میاد اینجا قایم میکرد. یه پرده میزدی؟ یه پرده اینطوری میزد اینطوری. عروس اینجا میمونه. خیلی جالبه. آدم یه چشی اینجا در. یه شب اگه اینجا نگاه میکرد بزرگا برایشون اخ میکردن. مگر حالا که مگر اینجا نگاه میکنی؟ نباید نگاه بکنی. نباید نگاه بکنی. 24 ساعت 48 ساعت باید پشت پرده بمونه. والله. قرار بود تا فردای اون روز به سمت دره ناورود پایین برم و مسیر ایلراه قدیم خلخال به اسالم رو پیمایش کنم. اما خوشبختانه به مدت 2 روز نتونستم از کلبه بیرون برم. دمای هوا الان حدود 44 درجه بالای صفر اعلام میشه. وسط تابستون، یعنی وسط تابستون نیست، اول تابستون، اواخر بهار و هوای تهران خیلی گرم و بدون بارشه. اما ما این توی مسیر خلخال به اسالم و این بارون اصلا اجازه ورود به دره ناورود به ما نمیده تا مسیر کهن و این راه خلخال به اسالم رو بتونیم ما طی بکنیم. امیدوارم فردا این هوای
بسیار بسیار پربارش و سرد اجازه عبور ما بده. تو خواستگاری چای میریزید بزن برای داماد بیارید؟ قدیما که ماد نبود نمیدونم ولی الان هست. الان هست ولی قدیما شما خودتون مثلا تو خواستگاری اومدن چای ریختید بردید؟ اون قدیمی نیست. نه اون قدیم مثلا دختر نمیومد تو جمع. نه دیگه خیلی عذر میخوام آقا پرویز جای برادر بزرگی منه، اینم پسرعموی منه. بله. پدر من میخواست با دختر عمه به من بده، مثلا با پسر عمه صحبت کرد با خاطر ازدواج. من گفتم بابا شما چه حرف میزنی؟ گفت غلط نبود، به تو چه مربوطه؟ میخواد ازدواج بکنی دختر عمه رو به من بده، گفت تو حرف تو فوزیلی مگه؟ تو دخالت نکن. پس رفتی نداد. ندید میدادن. یعنی اصلا امکان داشت که داماد عروسش رو نبینه هیچ وقت؟ نه اصلا هیچ اینجوری نبود. یعنی امکان داشت که اون کسی که میخواد با اون خانم ازدواج بکنه اون خانم اصلا نبینه بعد ازدواج تموم بشه. میدی ولی حرف نبود. ولی حرف زدن اصلا نمیدونم. بله خیر حرف زدن. دختر خدایی رو دادیم به شما. دختری رو خدایی رو بدم به تو. مثلا چجوری میگی؟ اگر مثلا پسر میومد بگه بابا من رو نمیخوام دوست نمیخوام نبود. نه این حرفا مثلا میبینی چی زوری بوده دیگه. زوری هم نبود. آقا جواد زوری میشه دیگه. آقا جواد میدونی چجوری میبینن؟ مثلا خواهرم میگفتم که بعدم من نفسته آقا جواد صبر کن. من مثلا خواهر خودم میگم که بابام که میخواست فلانی رو به من بده تو رو بهش بگو که غروب یه شب یه ساعت از شب بره بیا فلان جا خلوتی تو چه کلمه باید صحبت کنی ببین راضی هست یا نیست. اینطوری بود. آره مگر روز مثلا نمیشید که من برم اونو ببینم. آره عجب. یه شب میدیدم ولی خب اکثر ما خیلی کم بله زیاد زوری در کار نبود. خب ولی من دیدم این خانم میگه چرا بعضی وقت زوریه. زوری آقا شما همه حرف زدید حالا بذارید ایشون حرف بزنه. آقا جواد باشه کاش مشکل اومده. این خانم اینو بزرگ داده به با پسرموش ازدواج کردن راضی بودم؟ من دیگه نه مثل که نه این کمی پشیمان شده آقا جواد پشیمان شده این کمی ناراضی بود اون موقع راضی بودی شما؟ نه راضی نبود. من در جریان بودم. راضی نبود. شما در جریان بودی. راضی نبود ولی ازدواج انجام شد. روز سوم با مردم مهربون ییلا خداحافظی کردم و در هوایی نسبتاً خوب به راهم ادامه دادم. پشت سر فضای زیبایی از ییلاق می‌دیدم. اما برداشت بیرویه از جنگل‌های بالادست در سالهای گذشته و چرای بیرویه دام‌ها باعث تخریب زیادی از طبیعت شده بود. ما انسان‌ها با افزایش جمعیت بر روی کره زمین و تغییر الگوی زندگی به سمت رفاه بیشتر باعث برداشت بیرویه از منابع محدود طبیعت شدیم و قوانین زیبای طبیعت رو زیر پا گذاشتیم. متاسفانه بیشتر ما انسان‌ها به تماشای تخریب طبیعت عادت کردیم و این عادت‌ها باعث بی‌تفاوتی میون ما انسان‌ها شده. از اینجا بعد یه وارد دره ناورود شدم و این چشمه‌ای که پایین می‌بینید دقیقاً سرچشمه رود ناورودیه که تا انتها به اصاله میرسه. اوه چقدر لیزه. حسابی بارون اومده. فصل میوه‌های جنگلی هیرکانیه و مهمترین میوه جنگل‌های البرز همین آلوچه‌های خیلی خوشمزه و ترش هستن. این آلوچه‌ها نه سم خوردن نه کود شیمیایی، به همین دلیل پاکن. عالیه. واه اینجا رو چقدر زیباست. نگاه کنید خداوند تو این تنه درخت یه گلدون طبیعی به وجود آورده با یک عالم گیاه زیبا و جور و جور. واقعا زیباست. مسیر طولانی رو در پیش داشتم و از اینکه در مسیر کهن عشایر این مناطق قدم می‌زدم حس خوبی داشتم. در رویاهام صدای زنان و مردان عشایر در حال کوچ رو میشنیدم. صدای خنده بچه‌ها که بر پشت اسب‌ها در حال کوچ بودند. در گذشته مردم این منطقه عقاید و باورهای خاصی داشتند که امروزه رنگ خودش رو کاملا باخته. اما آثار یکی از اون عقاید میون راه هنوز پابرجا بود. خودشه.
من درست میون ایلراه مردم تالش هستم، ایلراهی که از سمت ییلاق کری به سمت اصاله میره و مردم بالای کری به من گفته بودن که میون راه که رسیدی یه درختی هست که وسطش پر سنگه. این سنگ‌ها خود به خود این بالا نیومدن. تو زمان کوچ یه دونه سنگ برمی داشتن و پرت میکردن میون اون گودالی که وسط اون درخت هست و اون خانم‌ها اگر اون سنگ اونجا میموند اون سال باردار میشدن. این باور البته اون مردم خیلی قدیمه، ولی اگر اون سنگ از اون بالا میافتاد رو زمین احتمالاً اون سال باردار نمیشدن و خیلی غمگین به راهشون ادامه میدادن. چیز جالبیه. اصلا نتونستیم مسیر کوچ و قدیم رو بره، برای اینکه یه بخشش خراب شده مجبور شدیم یه خورده راهمون رو تغییر بدیم، فعلا از کنار رودخونه بریم تا به راه اصلی برسیم. میونه راه از کنار آثار سیل و رانش زمین که به خاطر تخریب جنگل‌های بالادست توسط انسان به وجود اومده بود گذشتم. نیمی از مسیر رو طی کرده بودم اما هوا دوباره خراب شد و بارون بسیار شدیدی گرفت. آی نگاه کنید چقدر زیباست خدای من. این سوسک شاخ بلنده که از حشرات بسیار زیبایی که تو جنگل‌های هیرکانی زندگی میکنه و شاخکاش حدود 3 برابر اندازه هیکل خودشه. یکی از زیباترین حشراتی که شما میتونید تو جنگل‌های هیرکانی ببینید. خدا تو رو چقدر زیبا آفریده. واقعا زیباست. بهتره رهاش بکنم تا به زندگیش برسه تو جنگل. برو حیوان. خوشبختانه چند صد متر جلوتر روستای متروکه‌ای وجود داشت و من و گروه تصویربرداری تونستیم قبل از اینکه حسابی خیس بشیم در اونجا پناه بگیریم. احساس می‌کردم در این خونه‌های متروکه روح خاطرات بسیار زیبایی از انسان‌های ساده سرگردان بود. بعد از بند اومدن بارون اون روستایی بسیار زیبا رو ترک کردم و به راهم ادامه دادم. دوباره بارون شدیدتری گرفت و من چاره‌ای جز پیمایش مسیر نداشتم.
چرا که باید قبل از وقوع سیل در پایین دره از رودخونه عبور می‌کردم. طبیعت اینش هم خوبه، پر از تراوت و شادابیه. این بارونی که همه ما رو خیس کرد به اجازه نداد که به مسیرمون ادامه بدیم فعلا. البته ما همین هم داریم لذت می‌بریم و خدا رو شاکریم که بعد از مدت‌های زیاد 2-3 ماه اینجا بارندگی خوبی نشده و خوشبختانه توی 6-7 روزی که فعلا ما توی منطقه ایم بارندگی خیلی خیلی خوبی داشتیم. امیدوارم باز هم بباره، حتی اگه کار ما خراب بشه. پیاده‌روی خیلی طولانی رسیدم به روستای ناو بالا، اما متاسفانه از این روستا چیز زیادی باقی نمونده و آدمی اینجا زندگی نمیکنه. هیچ خانواری اینجا زندگی نمیکنه به خاطر اینکه سیل و رانش زمین به کلی خونه‌های اینجا رو از بین برده و من فقط 2-3 خونه بیشتر نمیبینم که اونها هم خالی از سکنن. باید هرچه سریعتر برم تا به روستای ناو پایین برسم. اینجا جای موندن نیست. از ناو بالا که سیل و رانش زمین در سالهای پیش اون رو از بین برده بود عبور کردم و در نهایت بعد از یه پیمایش طولانی زیر بارون و آفتاب به روستای ناو پایین رسیدم. روستا خلوت بود و انگار جمعیت زیادی در اون زندگی نمی‌کردن. در همون ابتدا یکی از مردان مهربون روستا منو به خونش دعوت کرد. سلام. حالا شما چطوره؟ خوب هستی شما؟ سلامتی؟ ناو پایین که میگن همینجاست دیگه نه؟ ناو پایین همینه بله. همینه، بسیار عالی. از کجا تشریف آوردی؟ والا من از سمت خلخال اومدم، از اون گردنه کری تا ییلاق رو رد کردم و ناو بالا رو رد کردم رسیدم به اینجا. من در میشم خدمت شما. زنده باشی، مزاحمتون نمیشم دیگه. نه امشب باید مهمانی ما باشیم. مزاحمتون نیستیم که. حتما میتونیم در خدمتتون باشیم. بیا امشب در خدمت شما هستم. قربان شما، چشم حتما میام. در همون ابتدا یکی از مردان مهربون روستا منو به خونش دعوت کرد. خونه‌ای که انصافاً از در و دیوارش روح زندگی و زیبایی و آرامش می‌بارید و خانواده ساده‌ای در اون بود که کاملاً به دور از تجملات و چشم و همچشمی در کنار هم با تلاش و امید زندگی می‌کردند. یعنی پدران شما میگن که اینجا هزاران سال زندگی می‌کردن مردم. خیلی قدیمی. خیلی جالب. بعد همه خونه‌های اینا الان همچنان همون قدیمی و کهن مونده، درسته؟ کسی نیومده خونه جدید بسازه به همون شکل، با اینکه برق دارید ولی همچنان خونه‌هاتون سنتیه. همه سنتی. دوست دارید این خونه‌های سنتی همینطور حفظ بشه؟ آره. هیچ وقت از بین نره یا نه دوست دارید خونه‌های بلوک سیمانی و آجوری و آهنی اینا بیاد؟ بلوک اصلا فایده نداره اون. آره کرده. اصلا فایده نداره. ولی این مثلا یه دونه اگه چراغ از تو خونه بذاری مثلا گرم میشه. بله. خیلی گرم میشه. مثلا تو اون سنگ گلم درست میکنن. بله. اگه تو هم بخاری باشه تا صبح اگه بسوزه فایده نداره. فایده نداره. ولی خونه‌های کاگلی و چوبی گرم نگه می‌داره. بعد تو تابستون هم که اینجا گرم بشه، اینجا همچنان خونه سرده. البته اینجا الان تو تابستوناش هیچ وقت فکر نمی‌کنم گرم بشه چند. نه خیلی سرده. آقا یوسف یکی از زیباترین و بهترین اتاقاش رو در اختیار من گذاشت برای اینکه
شب رو اینجا استراحت بکنم. واقعا من به حال این مردم انصافا قبطه میخورم، برای اینکه توی همچین خونه‌هایی، این خونه نزدیک 150 سال عمر کرده، با این تیرهای چوبی، با این سقف‌های چوبی، کاگلی، نگاه بکنید این دیوارهای کاگلی، این تاقچه‌هایی که خودشون درست کردن، این جاجیم و گلیمی که زیر پاشونه دست بافه، واقعا پر از رنگ و پر از زیبایی و هنره. انصافا آدم اینجا پر از انرژی میشه. خیلی خونه‌هاشون انرژی مثبت داره و خیلی احساس آرامش به آدم میده. در کنار اون و این همه هنری که وجود داره، خود این مردم اینقدر پاک و اینقدر صمیمی هستن و اینقدر مهمون نوازن که آدم تو خونه‌هاشون اصلا احساس غربت نمیکنه، انگار واقعا خونه خودمه و اصلا دوست ندارم از این خونه بیرون بیام. فردا مطمئنم یه فردا خیلی خیلی زیبا خواهد بود، به خاطر اینکه من قراره که از یه عالمه از این خونه‌هایی که توی همین روستا وجود داره و خوشبختانه هنوز تغییری نکرده بازدید بکنم و از دیدنشون لذت ببرم. شبتون بخیر. چقدر انرژی داره این خونه‌ها، واقعا آرامش دارم. صبح روز بعد با صدای پرنده ها و دام مردم روستا از خواب بیدار شدم. مادر شما زمستون هم اینجایید؟ نه زمستون هم میرید قشلاق؟ اینجا ییلاقتونه نه؟ آره ما تابستونی 15 روز میمونده میرم. میرید اونجا. خیلی جالبه، اینجا یه جورایی قشلاق مردم کری به حساب میاد که الان تو ییلاقشون هستن، اما برای مردم روستای ناو اینجا ییلاقشونه و قشلاقشون سمت اصالم در است و اینجا خیلی خنک هوا، اما توی زمستون هم باز اینجا برف و بوران خیلی زیادی داره. ناو پایین روستای خاصی بود. معماری تمام خونه ها کاملا به صورت سنتی حفظ شده بود و خوشبختانه هیچ خونه جدیدی که ساختار شهری و غیر بومی داشته باشه در اون وجود نداشت. خونه های مردمان تالش که در جنگل زندگی میکنن از چوب و سنگ و کاهگل ساخته شده. خونه هایی که با محیط و طبیعت اطرافش همخونی و هارمونی بسیار خوبی داشت و آسیبی به بافت تاریخی و سنتی روستا وارد نمی‌کرد. خونه هایی که انرژی مثبت زیادی در اونها بود. مردم روستای ناو پایین به کمک یک توربین که همین رودخونه ناو داره اون رو میچرخونه برق تولید میکنن و خوشبختانه مردم این روستا از نعمت برق برخوردارن و اینطور نیست که اگر برق توی هر روستایی بره تمام فرهنگ و معماری اون روستا از بین میره، سنت ها از بین میره. مردم اینجا با اینکه برق دارن و حتی خانه بهداشت دارن اما تمام اون سنت ها رو حفظ کردن. خونه های اینجا کاملا سنتی و بسیار بسیار زیباست و هیچ کدوم از خونه های اینجا نو ساخته نشده به شکل جدید و معماریش خارج از معماری بومی این منطقه نیست. تمام خونه ها به همون شکل قدیمی و به همون شکل سنتی اون معماری رو حفظ کردن و واقعا یکی از زیباترین روستاهایی که من فکر می‌کنم میراث فرهنگی ما، سازمان میراث فرهنگی ما باید اینجا رو به همین شکل حفظ بکنه، به مردم اینجا کمک بکنه تا این معماری و این خونه‌های بسیار بسیار کهن و زیبا به همون شکلی در قدیم مونده همچنان حفظ بشه و برای آیندگانمون چیزی از گیلان، چیزی از معماری و همینطور سنت‌های این مردم باقی بمونه. بسیار بسیار روستاها کمن، روستاهایی که به این شکل باقی موندن و باید اونها رو حفظ کرد.
میون روستا خانواده‌هایی رو دیدم که با مهارت و اتحاد و همدلی خونه زیباشون رو به شیوهی سنتی رنگ می‌کردن، اما نه با رنگ. این کار معمولاً هر سال به شکل‌های مختلفی انجام می‌شد و یک سنت میون مردم روستا بود. چرا که باعث پر کردن ترک‌های دیوار می‌شد و در ضمن باعث می‌شد تا این خونه‌ها در فصل زمستون گرمتر باشن و البته در فصل تابستون خنک‌تر. همین فضا و خونه‌های اصیل و سنتی باعث زیبایی و آرامش بسیار زیادی میون مردم روستا بود و علاوه بر اون وجود این مردمان پاک سرشت ارزش و زیبایی این خونه‌ها رو دوچندان کرده بود. آدم‌ها از فضای پیرامونشون تأثیر زیادی می‌گیرن. روح و دیدگاه آدم‌ها نسبت به اونچه در اطرافشونه شکل می‌گیره. اطراف ما انسان‌ها چیزهای زیادی هست. چیزهایی که زیبا هستن و چیزهایی که زشتن. آدم‌هایی که خوب و نورانی‌اند و آدم‌هایی که آتش درونشون خاموش شده. ما آدم‌ها شبیه به همون مردم و فضایی که در اون زندگی می‌کنیم میشیم. ما آدم‌ها شبیه به همون چیزی که فکر می‌کنیم میشیم. میتونیم با فکرهای خوب و مثبت زیبا بشیم و یا از افکار زشت و منفی نازیبا باشیم. مردم ناو هم از این قانون مستثنا نبودن. اونها در طبیعت بکر و زیبای جنگل به دنیا میان و از زیبایی طبیعت تأثیر زیادی میگیرن. همنشین اونها درخت و رود و کوهستانه. همنشینشون مردمانی از جنس طبیعته. طبیعتی که جلوه زیبای خالق هستیه. بذار یک عکس خوشگل ازت بگیرم یادگاری. یه بار که بیام اینجا حتما براتون میارمش. 1 2 3. خدا حفظت کنه. خیلی ممنونم. خیلی خونتون قشنگه. ان که خونتون همیشه همینطور پابرجا بمونه. زنده باشی ان. خیلی ممنون. با اجازهتون. الان دیگه بازم کشاورزی میکنید نه؟ نه کشاورزی جمع شد، زنبورداریتون کم شد، باغداری کم شد به خاطر بچه‌ها. بله به خاطر بچه‌ها بله. ای داده. چون حالا من نمیتونم کار بکنم. اونم بچه‌ها هم نمیان کمکتون میکنن. بچه‌ها چرا کمکتون نمیکنن؟ بچه‌ها میگن ما بریم گیلان کار بکنیم. شما یه عمر آخر زحمتشون رو کشیدی. زحمت کشیدم. همه چیز براشون مهیا کردی، این همه درخت گردو، این همه زنبور، این همه دام. بله اینا همه مال منه. چرا نمیان پس کمکتون بکنن؟ دیگه چی میخوان بچه‌ها؟ هرچند که جوانهای روستا کم کم به ترک روستا و زندگی در شهر علاقه زیادی نشون میدادن، اما بیشک اونها نمیدونستن که برای رفاه بیشتر و زندگی در شهر چه چیز بزرگی رو از دست خواهند داد. بهای به دست آوردن درآمد و امکانات رفاهی بیشتر در شهر، از دست دادن آرامش و قناعت، از دست دادن دوستی با طبیعت و ترابط اونهاست، از دست دادن ارتباط خوب میون افراد خانواده و فامیله، گرفتاری میون درگیری‌های کاری و روزمرگی‌ها و عادت‌ها، چیزی که زنبوردار کهنسال از اون به خوبی باخبر بود. اما به گفته آقا فتح‌الله بچه‌های امروز دنیا به راحتی اون رو درک نمی‌کنن، چون تجربه بسیار کمی از زندگی دارن. زندگی در طبیعت و روستا سختی‌هایی هم داره. روستای ناو چشمه بزرگ و پر آبی در پایین دست داشت، اما مردم از نعمت وجود آب در خونه‌های زیباشون بی بهره بودن. چون لوله‌کشی نیست، خب قرار بود یه منزل صداچار اونجا بزنن، یه صداچار بالای مثلا محل. شما میگی آب ندارید که اینجا که فراوانی آبه، پر از آبه، چجوری آب ندارید؟ منبع نداریم، لوله‌کشی نداریم. آب دارید ولی منبع ندارید؟ روز 6 بار میاد اینجا آب میبریم نزدیک 1 کیلومتر. به گفته مردم مسئولین استان 10 سال بود که قول همکاری برای پمپاژ آب از طریق لوله‌های توکار به خونه‌ها رو داده بودند. اما هیچ خبری از اونها نبود و مردم کهنسال روستا مجبور بودن تا هر روز راه زیادی رو برای پر کردن ظروف آب و شستشوی ظروف و لباس پای چشمه بیان و با باری سنگین به خونه‌هاشون برگردن.
اونها حتی توقع ایجاد آسفالت بر روی جاده خاکی روستا رو نداشتن، چرا که خوب میدونستن با ایجاد جاده آسفالت بزرگترین تخریب طبیعت و محیط زیست در اون جنگل‌ها اتفاق خواهد افتاد و فرهنگ اصیل و خونه‌های زیبای ناو تبدیل به خونه‌های سیمانی و فرهنگی غیر بومی خواهد شد. اما با وجود نبود آب لوله‌کشی، مردم ناو زندگی زیبایی داشتند. آب رود ناو و چشمه‌های آب شیرین خوبی داشتند. باغ و زمین‌های کشاورزی داشتند. هوای پاک و محیطی آرام بخش داشتند و خونه‌های بسیار زیبایی که ارزش زیادی داشت. کار و پیشه این مردم دامداری و کشاورزی و زنبورداری بود و همین کارها و فعالیت‌های بدنی در طبیعت باعث سلامت بیشتر روح و جسم این مردم بود. مردم زحمتکشی که با دستان خودشون نون سفره ساده خانواده رو تأمین می‌کردند. خونه این مردم طبیعت بود و همبازی بچه‌های روستا چیزی جز طبیعت نبود. بچه‌ها اینجا هر موقع بخوام بازی بکنن میرن توی رودخونه و همدیگه رو خیس می‌کنن. منم رحم نمی‌کنم. شادی و تراوت بچه‌های پاک روستا روی من تأثیر زیادی داشت. اما مکمل اون همه زیبایی در روستا برای من بازدید من از خونه‌ای بود که چیز زیادی ازش نمونده بود. خونه قدیمی خان. حالا شما چطوره؟ خسته نباشی. این خونه مال شماست؟ مال چند سال پیشه؟ 150 سال اون به این خونه. پنج زنگی بزم غل ولتی بزم بلا آردی کابونه روزگار میخوان بجای جوابونه نگوینای دل و بای دیوانه متاسفانه کسی نبود که به داد این خونه منحصر به فرد و با ارزش برسه. این خونه به همراه بافت کهن و زیبای روستای ناو ارزش فرهنگی و معنوی بسیار زیادی برای ایران و گیلان داشت. خونه‌ها یکی یکی در حال تخریب بود و آدم‌ها دونه بدونه در حال کوچ به شهرها بودند. نگوینای دل به بای دیوانه نگوینای دل به بای دیوانه. خداحافظ. اون روز خداحافظی من با مردمون پرمهر ناو بود. باید به راهم ادامه میدادم تا به سواحل دریای کاسپیان در گیلان برسم. هنوز راه زیادی از ایل راه برای پیمایش باقی مونده بود. اما زیبایی طبیعت و مسیر ایل راه تمام خستگی رو از تن من دور میکرد. آرزوی من برای این منطقه حفظ جنگل‌های هیرکانی از دارمرزهای ییلاق تا کناره دریای کاسپیان در اسالم بود. آرزوی من حفظ طبیعت گیلان بود. آرزوی من حفظ و ثبت معماری و فرهنگ مردمون روستای ناو بود. آرزوی من دسترسی مردم ناو به آب لوله کشی توی خونه هاشون بود. و آرزوی من این بود که مسیر خاکی میون جنگل و روستاهای کهن هرگز به جاده های آسفالت تبدیل نشه و این طبیعت بکر برای آیندگانمون همچنان حفظ بشه. خدا خراب شد داشتم میافتادم از اول.